رفقا سلام، امیدوارم حالت دلتون خوب باشه و جیباتون پرپول. بیایم سراغ مارکت و با اونس جهانی طلا شروع کنیم. لطفا لایک سابسکرایب یادتون نره. بیایم سراغ اونس چی گفته بودیم؟ اینجای داستان بود که سقف رو زده بود، گفتیم ما دنبال یه اصلاح هستیم مجدد به سمت بالا 3920. حتی گفتیم که توی جی سی وان این تارگت رو زده و یک بار اینجا زده، پس ما انتظار داریم که تارگتمون حتما بخوره که این اتفاق هم افتاد. حالا نکته بعدی که داریم چیه؟ بچه وقتی که اومده زده ارتفاع مکفی رو رفقا نگاه بکنید به چه صورتیه. ارتفاعش قدرتمنده، پس همچنان انتظار دارم بعد از اصلاحی یه بالای دیگه و یه سقف تاریخی دیگه ای رو بزنه. اینجور که داره بوش میاد انتظار این رو میتونیم داشته باشیم که تا محدوده 4000 هم به سمت بالا حرکتش رو ادامه بده. یعنی در واقع اگر بخواد نگاه بکنید اومده یک بار این گام رو از اینجا مدل کرده، رسونده خودش رو به این تارگت. حالا هم اگر بخواد یک بار دیگه این رو مدل بکنه تا این تارگت میتونه به سمت بالا حرکتش رو ادامه بده. پس طلا بعد از اصلاحی پول بک به این سقف هایی که شکسته شده توی این ناحیه تریگر در جهت لانگ ورود به معامله انجام بدیم. بیایم سراغ یورو چه انتظاری رو داشتیم؟ اینجای داستان انتظار داشتیم که به سمت بالا به صورت کنتر حرکت خودش رو ادامه بده، ولی اومده الان یک کف دیگه ای ساخته و تا مادامی که رفقا تا مادامی که این کف رو نزنه من همچنان انتظار دارم بخواد به تارگت خودش برسه. ولی اگر این کف بخوره این کانال ما هم از دست میره، ما میریم برای اعداد پایین تر. پس فعلا علل حساب انتظار یه همچین حرکتی رو از یورو دارم. بیایم سراغ بیت کوینی که تارگت 121000 تای ما رو هم رد کرد و رفت سقف تاریخی ساخت 125700 تقریبا. سقفش 125780 اومده سقف رو شکسته. الان دنبال چی هستش؟ دنبال گام اصلاحی هست. من همچنان انتظار این رو دارم که بیت کوین به سمت بالا حرکتش رو ادامه بده. حالا یه نکته ای که داریم چیه؟ ما تو تایم 4 ساعته بیایم اینو بهش نگاه بکنیم. اگر بیت کوین بخواد این گامی که اینجا داشته رو از این کف مدل بکنه تا محدوده 135 تا میره به سمت بالا و این رو من انتظارش رو دارم، یعنی انتظار یه همچین کاری رو ازش دارم. با تایم 4 ساعت هم هستیم، این تیکه آخر داره آردی رو میسازه، انتظار این رو دارم که بخواد یه گام اصلاحی شکل بده و مجدد به سمت بالا حرکتش رو داشته باشیم. پس انتظاری که الان داریم، تارگتی که مد نظرمونه اینجا هستش. پس فعلا علل حساب برای تایم 1 ساعته چه انتظاری رو ازش دارم؟ انتظار دارم که وارد فاز اصلاحی بخواد بشه، یعنی این سقف رو دیگه نزنه، وارد فاز اصلاحی بشه، زور جمع بکنه برای تارگت مد نظرمون که محدوده 135 تا هستش. بیایم سراغ اتریوم و اتریوم هم به تارگتی که بهتون داده بودم 4550 رسونده خودش رو، همچنان تو مسیر رشدش هست. و یه نکته ای که داره چیه؟ رفقا نگاه کنیم، ما اینجا حتی اگر بخوایم خیلی ساده بهش نگاه بکنیم، ما اینجا یه خط روند میتونیم رسم بکنیم. شکست این خط روند تایید شکستش زدن این سقفه و تا مادامی که این سقف رو نزنه یه کوچولو خطرناکه. پس باید انتظار این رو داشته باشیم که این سقف خورده بشه، محدوده 4770 این رو باید بزنه که ما انتظار داشته باشیم بره عددهای بالاتری رو ثبت بکنه. ولی خیلی راحت اگر بخواد همین گامی که اینجا ساخته رو از اینجا مدل بکنه، تارگتش میشه 5600. پس ما اینجا یه تارگتی براش داریم. این تارگت اتریوم الان میخواد چه کاری رو انجام بده؟ اینا رو برداریم، بذاریم اینم بذارم بالا، قیمت بالا بهش بدیم. خب اینم برداریم.
الان چه انتظاری رو از اتریوم دارم؟ الان انتظارم اینی که دقیقا بیاد یک گام اصلاحی رو شکل بده و زور جمع بکنه برای حرکت به سمت بالا. یه چارت BTC1 رو هم بذارید چک بکنم. ما این گپ قیمتی که اینجا داشتیم پر نشده هنوز متاسفانه و خب گپ های قیمتی به وجود نیاورده، فقط یه دونه اینجا. آره، خب گپ قیمتی رو ما الان نمیبینیم، پس فعلا علل حساب انتظارمون گپ ها رو داره پر میکنه.